سلام، من نازی هستم و اینجا سیکرت نیوز است. امروز میخوایم در مورد آقای پژمان جمشیدی با شما صحبت کنیم. قبلش حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو بزنید، ویدیو رو لایک کنید و با دوستانتان به اشتراک بگذارید. پژمان جمشیدی روزهایی را پشت سر گذاشت که برای بسیاری از نزدیکان و هوادارانش غیر قابل باور بود. او که سالها در زمین فوتبال و سپس روی صحنه تئاتر و پرده سینما شناخته شده بود، ناگهان درگیر پرونده‌ای شد که به بازداشت موقت او انجامید. بازداشت موقت سنگین‌ترین تصمیمی است که یک قاضی می‌تواند در آغاز رسیدگی اتخاذ کند. تصمیمی که به معنای آن است که فرد باید روزها یا هفته‌هایی را در بازداشتگاه بگذراند تا تحقیقات اولیه کامل شود. در این مدت وکیل او پیگیر پرونده بود و تلاش می‌کرد با ارائه مدارک و شواهد دادگاه را قانع کند که ادامه بازداشت ضرورتی ندارد. پرونده در مسیر بررسی‌های قانونی قرار گرفت. شهادت‌ها شنیده شد. گزارش‌های کارشناسی و پزشکی قانونی بررسی شد و فیلم‌ها و مستندات موجود مورد توجه قرار گرفت. در چنین شرایطی هر روز برای متهم و خانواده‌اش سنگین‌تر از روز قبل می‌گذرد، زیرا هیچ کس نمی‌داند تصمیم نهایی چه خواهد بود. پس از حدود 10 روز وکیل او توانست پرونده را به مرحله تجدید نظر برساند. قضات دادگاه تجدید نظر با مرور دوباره مستندات و شرایط به این نتیجه رسیدند که ادامه بازداشت موقت ضرورتی ندارد و میتوان آن را به قرار وثیقه تبدیل کرد. وثیقه در نظام و قضایی به معنای ضمانتی مالی است که نشان میدهد متهم در دسترس دادگاه خواهد ماند و از روند رسیدگی فرار نخواهد کرد. خانواده و نزدیکان او توانستند این وثیقه را فراهم کنند و درست در همان روزی که قرار تغییر یافت مقدمات آزادی او فراهم شد. لحظه‌ای که درهای زندان برایش گشوده شد. نه پایان ماجرا بلکه آغاز مرحله‌ای تازه بود. مرحله‌ای که در آن او باید در جلسات دادگاه حاضر شود و از خود دفاع کند. اما همان آزادی موقت برای او و اطرافیانش به معنای بازگشت نفس و امید بود. این آزادی نتیجه بخشش بود و نه پایان پرونده، بلکه تصمیم حقوقی بود که بر اساس قانون و با توجه به شرایط اتخاذ شد. پژمان جمشیدی از آن پس در بیرون از زندان، اما همچنان زیر سایه پرونده‌ای که باید در دادگاه روشن شود، به زندگی و کار خود بازگشت. برای بسیاری از مردم این ماجرا یادآور این حقیقت شد که حتی چهره‌های شناخته شده نیز در برابر قانون همان مسیر را طی می‌کنند که هر شهروند دیگری باید طی کند. آزادی پژمان جمشیدی با واکنش‌های دوگانه همراه شد. دوستان فوتبالی و بسیاری از هوادارانش خوشحال شدند و در شبکه‌های اجتماعی از او حمایت کردند، اما بخشی از افکار عمومی و برخی رسانه‌ها با تردید و انتقاد به این آزادی نگاه کردند و آن را زودهنگام و ناعادلانه دانستند. وقتی خبر آزادی پژمان جمشیدی با وثیقه منتشر شد، موجی از واکنش‌ها در جامعه و رسانه‌ها شکل گرفت. در جبهه خوشحالان نزدیکترین دوستان فوتبالی او پیشقدم بودند. بهنام ابوالقاسم پور، همبازی قدیمیش در پرسپولیس و سایپا، بلافاصله پس از آزادی با او سلفی گرفت و در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد. تصویری که به سرعت دست به دست شد و نشانه از همبستگی و رفاقت دیرینه‌شان داشت. بسیاری از هواداران فوتبال و سینما نیز در فضای مجازی با پیام‌های حمایتی آزادی او را جشن گرفتند و تاکید کردند که هنوز هیچ اتهامی ثابت نشده است. وکیل او هم در مصاحبه‌ها گفت که اتهامات مطرح شده در فضای مجازی کذب است و از رسانه‌ها خواست با آبروی افراد بازی نکنند. اما در جبهه مخالفان و منتقدان ماجرا متفاوت بود. برخی رسانه‌ها و کاربران شبکه‌های اجتماعی آزادی او را نشانه از نفوذ و تبعیض دانستند و معتقد بودند که چنین پرونده‌ای نباید به این صورت به آزادی با وثیقه منجر شود. گزارش‌هایی در رسانه‌های منتقد منتشر شد که بر حساسیت افکار عمومی نسبت به اتهامات سنگین تاکید داشتند و آزادی او را زودهنگام و ناعادلانه توصیف کردند. حتی رسانه‌های خارجی مانند العربیه نیز با ساب این ماجرا آن را به عنوان نمونه‌ای از پرونده‌های پرحاشیه در ایران برجسته‌تر کردند. در نتیجه آزادی پژمان جمشیدی به یک دوگانگی اجتماعی تبدیل شد. از یک سو دوستان و نزدیکان هوادار او که او را بیگناه یا قربانی شایعات می‌دانستند و از آزادیش خوشحال شدند، و از سوی دیگر بخشی از افکار عمومی و رسانه‌ها که با دیده تردید و انتقاد به این آزادی نگاه کردند.
و آن را نشانه‌ای از بی‌عدالتی یا فشار افکار عمومی بر دستگاه قضایی دانستند. سام درخشانی مستقیما با آزادی پژمان جمشیدی مخالفت نکرد، بلکه موضعش این بود که از فردی که اتهام سنگین اخلاقی دارد حمایت نمی‌کند. او در مصاحبه‌ها و واکنش‌هایش گفت من از متجاوز حمایت نمی‌کنم و به همین دلیل برخلاف بسیاری از دوستان دیگر سکوت یا فاصله گذاری کرد. در روزهایی که خبر بازداشت و سپس آزادی پژمان جمشیدی منتشر شد، بسیاری از همکارانش و دوستانش در فضای مجازی به حمایت از او پرداختند. اما سام درخشانی که سالها رفاقت و همکاری نزدیکی با پژمان داشت، واکنشی متفاوت نشان داد. او در یک گفتگوی ویدیویی بعد از آزادی پژمان به طور صریح گفت که حاضر نیست از کسی که چنین اتهامی علیه او مطرح شده دفاع کند. جمله کلیدی او این بود من از متجاوز حمایت نمی‌کنم. این موضوع باعث شد که برخی رسانه‌ها و کاربران فضای مجازی برداشت کنند که او با آزادی پژمان جمشیدی مخالف است. در واقع مخالفت او نه با اصل آزادی با وثیقه، بلکه با موج حمایتی بی‌قید شرط از پژمان بود. او تاکید داشت که تا زمانی که حقیقت پرونده روشن نشده، نباید با انتشار استوری و پیام‌های حمایتی ماجرا را ساده سازی کرد یا به نفع متهم فضا ساخت. از سوی دیگر سکوت اولیه سام درخشانی هم به چشم آمد. او برخلاف بسیاری از دوستان مشترکشان در روزهای بازداشت هیچ واکنشی نشان نداد. همین سکوت و سپس اظهار نظر صریحش باعث شد که برخی بگویند او عملاً در جبهه مخالفان آزادی پژمان قرار گرفته. در نهایت موضع سام درخشانی را میتوان این گونه خلاصه کرد. او نه به طور مستقیم از آزادی پژمان موضع گرفت، بلکه با حمایت بیچونه چرا از او مخالفت کرد و خواستار آن شد که جامعه و هنرمندان منتظر روشن شدن نتیجه پرونده بمانند. تا این لحظه خبر رسمی یا عمومی درباره دریافت پیشنهاد بازی جدید برای پژمان جمشیدی پس از آزادی منتشر نشده است. بیشتر تمرکز رسانه‌ها بر روند پرونده، واکنش‌ها و بازتاب اجتماعی ماجرا بوده است، نه فعالیت‌های هنری آینده او. بعد از آزادی پژمان جمشیدی با قرار وثیقه، رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی پر شد از خبرها و تصاویر او، از جمله عکس سلفی بهنام ابوالقاسم‌پور با او و ویدیوهایی که نشان می‌داد او به خانه بازگشته است. اما در میان این موج خبری هیچ گزارش معتبری درباره قرارداد تازه، حضور در پروژه سینمایی یا تلویزیونی یا حتی پیشنهاد رسمی از سوی کارگردانان منتشر نشده است. این سکوت تا حدی طبیعی است. در فضای سینما و تلویزیون ایران وقتی یک بازیگر درگیر پرونده قضایی می شود، تهیه کنندگان و کارگردانان معمولا با احتیاط عمل می کنند. حتی اگر علاقه‌مند به همکاری باشند، ترجیح می دهند تا روشن‌تر شدن وضعیت حقوقی و فروکش کردن حساسیت افکار عمومی صبر کنند. به همین دلیل بعید است در همین روزها یا هفته‌های نخست پیشنهاد جدی و علنی مطرح شده باشد. از سوی دیگر پژمان جمشیدی پیش از بازداشت در چند پروژه سینمایی تلویزیونی فعال بوده است. برخی از این پروژه ها احتمالاً به دلیل شرایط او متوقف یا به تعویق بیفتند. در چنین وضعیتی بازگشت او به صحنه یا پرده بیشتر به تصمیم نهایی دادگاه و واکنش‌های عمومی بستگی دارد. اگر پرونده به سمت تبرئه یا مختوم شدن برود، احتمالاً دوباره شاهد حضور پررنگ او در آثار هنری خواهیم بود. در حال حاضر آنچه قطعی است این است که تمرکز رسانه‌ها بر پرونده و واکنش‌های اجتماعی بوده، نه بر پیشنهادهای کاری. بنابراین هر خبری درباره پیشنهاد بازی تازه بیشتر در حد گمان زنی است و هنوز تایید رسمی نشده است. پس از آزادی پژمان جمشیدی با قرار وثیقه، او شخصا در رسانه‌ها یا شبکه‌های اجتماعی بیانیه رسمی صادر نکرده. سکوت او به نوعی بخشی از استراتژی حقوقیش بود، زیرا پرونده هنوز در مرحله تحقیقات قرار دارد و هر اظهار نظر مستقیم می‌تواند در روند رسیدگی تأثیر بگذارد. در عوض وکیل او مهدی مهرابی بارها در مصاحبه‌ها به جای او صحبت کرده است. او گفته هیچ اتهامی علیه موکلم ثابت نشده است. تمامی موضوعاتی که در فضای مجازی مطرح شده کذب است. برخی رسانه‌ها و شبکه‌های معاند با انتشار اخبار متناقض قصد اخلال در روند رسیدگی را داشتند. این موضع‌گیری‌ها نشان می‌دهد که پژمان جمشیدی و تیم حقوقیش تصمیم گرفتن به جای واکنش احساسی یا رسانه‌ای
بر مسیر قضایی تمرکز کنند. در واقع او با سکوت خود تلاش کرده از دامن زدنها به جنجالها پرهیز کند و اجازه دهد دادگاه مسیر قانونیش را طی کند. از سوی دیگر تصاویر و ویدیوهای منتشر شده پس از آزادیش مثل سلفی بهنام ابوالقاسم پور با او نشان میداد که او در جمع دوستان نزدیکش آرامش نسبی دارد، اما همچنان از اظهار نظر عمومی خودداری می‌کند. به این ترتیب نظر پژمان جمشیدی به طور مستقیم بیان نشده، اما از لحن وکیلش میتوان فهمید که او خود را بیگناه میداند، اتهامات را ساخته و پرداخته شایعات میبیند و ترجیح داده سکوت کند تا نتیجه نهایی دادگاه روشن شود. اینجا سکرت نیوز است، با ما همراه باشید.